سلام دوستان، روژین هستم. تو این ویدیو میخوام در مورد مسیر مهاجرت کادر درمان به کشور دانمارک براتون صحبت کنم. قبل از اینکه شروع کنم میخوام یه چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. اول اینکه این ویدیو به این معنی نیست که شما به کشور دانمارک مهاجرت کنید یا مهاجرت نکنید، چون این یه تصمیم کاملا شخصیه و من نمیتونم در مورد این هیچ نظری بدم و این ویدیو رو صرفا برای این ریکورد میکنم چون هر روز تو اینستاگرام همکارای زیادی از من میپرسن که چی شد مهاجرت کردی، چه جوریه، ما چه جوری میتونیم اقدام کنیم و جواب دادن به اینا دونه دونه واقعا بر من خیلی سخته. برای همین گفتم یه ویدیو ریکورد کنم که تو جواب سوالاتون رو بدم. دومین نکته اینه که من تو این ویدیو یه کلیاتی رو خدمتتون عرض میکنم، اما ممکنه یه جایی رو فراموش کنم یا حضور ذهن نداشته باشم. برای همین حتما سایت STPS یا همون به اصطلاح وزارت بهداشت دانمارک رو حتما خودتون مطالعه کنید. اونجا کامل با جزئیات مسیری که لازم شما طی کنید رو نوشته و جزئیاتی که لازمه، مدارکی که لازمه براشون بفرستین کامل اونجا آپلود شده. لینک سایت رو براتون من میذارم، حتما اون سایت رو مطالعه کنید. خب مرحله اول که ارسال مدارک است، شما وارد سایت STPS میشین. اونجا کامل لیست مدارکی که باید براشون بفرستین رو نوشتن. اولین مرحله اینه که یک فرم آنلاین اونجا گذاشتن، شما فرم رو آپلود میکنین و پر میکنین، در مورد اطلاعات شخصی خودتون هست و این فرم رو ایمیل میکنیم براشون. اما بقیه مدارک رو شما باید با پست معمولی براشون بفرستین. بقیه مدارک شامل ریزنمرات، مدرکتون، پروانه طبابتتون، نامه گود استندینگ از نظام پزشکی و تاییدیه تحصیلیتون از دانشگاهی که فارغ التحصیل شدین هست. ریزنمرات، مدرک، پروانه طبابت و کارت نظام پزشکیتون رو میدین دفتر ترجمه، براتون به زبان انگلیسی ترجمه میکنن و حتما بهشون بگین که 2 نسخه براتون ترجمه کنن، چون یک نسخه رو که شما میفرستین کشور دانمارک و مدت زیادی پیششون میمونه و ممکنه تو این مدت شما بخواید برای یک کشور دیگه ای اقدام کنین. برای همین میگم که 2 تا نسخه براتون ترجمه کنن که هزینه‌اش هم کمتر بیفته براتون. بعد از اونها نامه گود استندینگ رو از سایت نظام پزشکی میخواین که براتون بفرسته و نامه تاییدیه تحصیلی رو از دانشگاهی که فارغ التحصیل شدین، امور فارغ التحصیلان. من حضوری رفتم و گفتم برای کشور دانمارک میخوام، خودشون میدونستن که چی باید بهم بدن و نمره رو فلان بهم دادن. جدا از اون پاسپورتتون، کپی برابر اصل پاسپورتتون، یه CV از خودتون براشون میذارین و یه سری مدارک هم هست که نوشته بود آپشنال، یعنی اگه دلتون میخواد بذارین. مثلا من سرتیفیکیت دوره‌هایی که رفته بودم رو براشون گذاشتم. این مدارک رو شما باید یک نسخه اصلی مدارک داشته باشین، یک نسخه کپی برابر اصلشون رو داشته باشین و یک نسخه یک کپی معمولی ازشون داشته باشین و براشون با پست ارسال کنین. شاید جزئیات این مدارک عوض شده باشه، برای همین میگم حتما شما برین سایت رو چک کنین که چه چیزایی لازمه. بعد از اینکه مدارک رو براشون فرستادین، وقتی که به دستشون برسه به شما یه ایمیل میزنن و تو این ایمیل اون بازه زمانی که لازم هست شما منتظر بمونین رو براتون نوشتن. برای مثال برای من 36 ماه نوشته بودن، یعنی 36 ماه طول میکشه حد اکثر که نوبت من برسه مدارکم رو بررسی کنن. ولی خب برای من کمتر از 36 ماه طول کشید، نزدیک به 36 ماه بود، تقریبا 30 خورده ای بود. ایمیل اومد که نوبت شما رسیده، ما داریم مدارکتون رو ارزیابی میکنیم و یه سری اگه نقص مدرک داشته باشین بهتون میگن یا ازتون میخوان که دوباره یه CV آپدیت براشون بفرستین که تو این مدتی که شما مدارکتون رو فرستادین چیکار کردین و دوباره یه گود استندینگ جدید ازتون میخوان که براشون بفرستین. یه نکته رو بگم، من گود استندینگ اولم رو همراه با سایر نامه براشون فرستادم، ولی گود استندینگ دوم رو که خودم فرستادم بهم گفتن که شما نباید شخصا خودتون بفرستین گود استندینگ رو، باید نظام پزشکی بفرسته. ولی خب نظام پزشکی هم این کار رو انجام نمیده. پس برای همین میگم من مثلا CV آپدیتمو جدا از شهر خودم مهاباد فرستادم، ولی نامه گود استندینگم رو دادم یکی از دوستام از تهران فرستاد، انگار که مثلا خودشون اونجا فرستادن و تو قسمت فرستنده نوشتم که نظام پزشکی، سازمان نظام پزشکی. بعد از اینکه مدارک شما کامل تکمیل شد، باز هم تو این مدت اگه نقص مدرکی باشه بهتون میگن که برامون بفرستین و 1-2 ماه بعدش تاییدیه شما براتون ایمیل میشه و با همون PDF تاییدیه از سازمان STPS شما میتونین وقت سفارت بگیرین. برای وقت سفارت شما باید از سایت VFS اقدام کنین که یک شرکت رابطی بین شما و سفارت. نوبتتون رو رزرو میکنین از داخل سایت و مدارکی که لازم هست اونجا نوشته رو سایت و میبرین حضوری. مصاحبه هم نداره این ویزا، شما فقط مدارک تحویل میدین و انگشت نگاری و عکس گرفتن ازتون، هیچ مصاحبه‌ای تو سفارت ندارین و بعد از حدود 1 ماه ویزای شما میاد.
ویزای XG1 نفر اصلی که اقدام کرده و اگر همراه داشته باشین یعنی همسر و فرزند زیر 18 سال ویزای MF1 بهش تعلق میگیره. ویزای XG1 تا 1 ماه پیش اجازه کار نداشت بعد از اینکه وارد دانمارک میشه، اما از 1 ماه پیش این قانون رو عوض کردن و نفر اصلی هم اجازه کار داره و نفر همراه هم که از همون اول و قبل هم اینجوری بود اجازه کار دارن. این پروسه کلی بود که شما تا ویزاتون رو میگیرین. بعد از گرفتن ویزا شما 6 ماه فرصت دارین که وارد خاک دانمارک بشین و خود ویزا هم 3 سال اعتبار داره که تا 2 سال میشه دوباره تمدیدش کرد. بعد از اینکه وارد دانمارک شدین کاری که شما باید انجام بدین اینه که CPR نامبر میگیرین و خب من اینا رو ربطی به این فعلا ویدیو نداره ولی جزئیات بیشتر این که چجوری CPR بگیریم چیکار کنیم تو ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم. ولی پروسه اینجوریه برای دندون پزشکا، چون من پزشکی و پرستاری رو از دوستان فقط شنیدم یه اطلاعات کلی دارم، اما برای دندون پزشکی شما باید یه سری امتحانا رو پاس کنین که مدرک ایرانتون با مدرک دانمارک معادل سازی بشه. اول اینکه شما باید زبان دانمارکی یاد بگیرین. کلاس دانمارکی رایگانه ولی قبلش پیش پرداختی باید شما انجام بدین و بعد از اینکه پاس کردین امتحانات زبان رو این مبلغ رو بهتون برمیگردونن. بعد از اینکه زبان دانمارکی یاد گرفتین شما خود به خود اسمتون میره برای امتحان تئوری دندون پزشکی که سالی 1 بار برگزار میشه تو ماه سپتامبر. جدا از این امتحان تئوری 2 تا امتحان عملی دیگه هم داریم، امتحان بزرگسال و امتحان اطفال هست که اسمش عملیه ولی یعنی شما عملا کار روی بیمار انجام نمیدین، فقط صرفا یه حالت کیس پرزنت داره، براتون کیس میذارم و شما باید طرح درمان بذارین طبق قانون اینجا. یک سری قوانین خاصی داره که ممکنه با ایران متفاوت باشه. بعد از اینکه همه امتحانات رو پاس شدین شما باید یک دوره 1 ساله رو برای ارزیابی بگذرونین و این دوره 1 ساله شما باید خودتون کلینیکی رو پیدا کنین که شما رو قبول کنه اونجا کار کنین، چون تو این دوره 1 ساله شما دقیقاً مثل یک دندون پزشکی که از دانمارک فارغ التحصیل شده حقوق دارین، یعنی از لحاظ دریافت حقوق هیچ فرقی با بقیه دندون پزشکای اینجا ندارین. فقط تو این 1 سال شما ارزیابی میشین و بعد از این دوره 1 ساله ارزیابی بهتون اتوریزیشن میدن، یعنی دیگه شما به عنوان یک دندون پزشک مستقل میتونی اینجا کار کنی، چه مطب بزنی، چه بخوای کلینیک بزنی یا هر جای دیگه بخوای کار کنی. خب این کلیات ویزای XG1 یا ویزای کادر درمان هست برای کشور دانمارک، مسیری که من خودم طی کردم و چون خیلی کلی این مراحل رو من توضیح دادم تو ویدیوهای بعدی هر مرحله رو با جزئیات خیلی بیشتری براتون توضیح میدم. باز هم اگه سوالی دارین تو کامنت ها برام بنویسین، من تو ویدیوهای بعدی حتما به همشون جواب میدم. مرسی که تا این ویدیو با من همراه بودین. ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندین. مرسی. خداحافظ.